سلام دوستای عزیز، نصیر حمیدی هستم. به معرفی خانه دیگه خوش آمدین. باش که اول نیبرهود خانه را مثل همیشه براتون نشان بدم. اینی نیبرهود خانه است، بسیار یک نیبرهود آرام. این خانه نو جدید است، خانه نو جدید است که در مارکت آمده. قیمتش 6,80,000 دلار است و این 4 تا اتاق داره، 3 تا حمام داره، 2484 اسکوئر فیت است، 6600 اسکوئر فیت لاتش است و در سال 2025 جور شده و 2 استوری است، یعنی 2 طبقه است و نیبرهودش بسیار یک نیبرهود آرام و مقبول و زیبا و خانه های نو در اینجا کلا جور شده رئیس. بیاین عزیزان دل بریم در داخل خانه که ما اتاقای از این خانه را بر شما نشان بدم که این خانه برای فروش است. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین اتاق سمت چپ، بسیار یک اتاق زیبا و مقبول، حمام و لیوینگ روم بسیار زیبایی داره، بسیار مقبول از لیوینگ رومش کرده. آشپزخانه، رنگی که در آشپزخانه به کار گرفته شده بسیار زیباست، کابینت های بسیار مقبول و بکیارد بسیار کلان، یک بکیارد بسیار کلان. اما طور که گفتم متانه 6600 اسکوئر فیت بکیارد داره. بیاین که بریم اتاقا رو مده بالا براتون نشان بدم. 6600 اسکوئر فیت بسیار یک بکیارد کلانی است و 2484 اسکوئر فیت خود سایز بیلدینگ است. اینجا یک اتاقه که بسیار زیبا که به خاطر اتاق ورزش و یا اتاق تیوی میتونین استفاده کنین و اینجا جای کتاب و جای واشر درایر. یک اتاقش جای هینج است که بسیار یک اتاقه که زیبا و مقبول به اندازه، تشناب و حمام و اتاق بعدی بسیار اتاقهای مقبول و زیبا. بیاین که بریم به اتاق بعدی که اتاق بعدی رو بر شما نشان بدم. اینی یک اتاق دیگهش، اتاق کلان و بسیار اتاق زیبا که حمام و تشناب هم در داخلش است. اینی حمامشو و هات تپشو، شاور، تشناب، واکینگ کلوزت که بسیار یک واکینگ کلوزت کلان داره. چه خانگاه که زیبا و مقبول و قیمت مناسب 6,80,000 دلار که قیمتش خوبش است، قیمتش بند نیست و در منطقه موقعیت داره. 6600 اسکوئر فیت لاتش است و 2 استوری است و خانه نو جدید است که هیچ کس تا در زندگی نکرده. شما عزیزای دل علاقمند خانه خریدن خانه های نو هستید، با ما به تماس شوید که ما شما عزیزا رو بیارم در اینجا و این خانه رو ببینید. اگر شما دوست داشتین بازار فرد روان میکنیم که ببینیم چطور است این خانه. باید میتونید که در گپ بزنیم که براتون کردیت هایی که باید برای شما ما میتونم بگیرم ازشان، اونا رو بتونم از بلدرها بگیرم. خدا نگهدارتان عزیزای دل، روز خوب داشته باشین و خدا مددگارتان.